زود سرما میخوری؟ سیستم ایمنی بدنت ضعیفه، تا تعقیب توقی میخوره هچم سرما میخوری. خب عطسه میکنی، اب نداره. این ویدیو رو تا آخر ببین، قراره به 2 تا دارو و یه شربت معرفی کنم که دیگه اینقدر زود سرما نخوری و بدنت قوی بشی و قدرتمند. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. لایک، کامنت، ساب یادت نره. بوس به کلتون، بریم بیاین. اولین دارو اسمش اکتی ایمیونه که مخصوص سیستم ایمنیه و سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه. این اکتی ایمیون خارجیه و تحت لیسانس در اصل، چون که شما الان توی داروخونه هیچ گونه داروی خارجی نمیتونی پیدا بکنی که کلاً جلوش خارجی نوشته باشه، پشتش خارجی نوشته باشه و همه داروی خارجی تحت لیسانسن. اگه داروی پیدا کردین که 100% خارجی بود، یعنی کلش ای ورش او ورش خارجی نوشته بود، بدونید که اون دارو قاچاقه. و اکتیمیون تحت لیسانس کلا ترکیباتی که داره ویتامین C هست، کل گروه B، B1، B2، B6 و مخصوص تقویت سیستم ایمنی بدنه. روزی 1 دونه مصرف میشه. حالا اگه معدتون اذیته، که حالا مثلا معده پر بعد نهار یا بعد شام، اما اگه معدتون اذیت نمیشه دارو بخورید، یعنی معده خالی دارو بخورید، مشکلی نیست. بعد از ظهر خوب مصرف بشه. بین صبح تا ظهر هم مشکلی نداره، مثلا ساعت 10-11 اوکیه. و اینم توجه داشته باشید که شما باید اینو حداقل 1 دوره مصرف کنید. یعنی شما با 2 تا دونه 3 تا دونه قرص که بخورید انتظار نداشته باشید خوب بشید. حداقلش اینه که باید 1 دوره 30 روزه 1 ماه مصرف بکنید که تازه یه مقدار نتیجه بهتون بده. چون میگن قرار نیست راه 100 روزه رو 100 ساله رو توی یه شب بری عزیزم. دومیش قرص ایمونیس که فکر کنم خیلیاتون شنیدید. البته شما مطمئنم که حداقلتون 50 تا 70% شربت ایمونیس رو شنیدین، اما قرصش هم هست که خیلی یعنی راحت تر مصرفش. اون قرص دیگه نیازی نمیدونم شربت بیاری قاشق بریزی، نمیدونم این داستانا رو نداره دیگه. شما یه دونه قرص، اونم تایمش رو بهتون گفتم. اگه معدتون اذیت میشه که با معده پر بعد غذا، اگه هم اذیت نمیشه خب همون صبح تا ظهر مشکلی نداره بخورید. ظهر تا شب مثلا بین ساعت 5 تا 7، 4 تا 8 مشکلی نیست، میتونید مصرف کنید. روزی 1 دونه و تاثیر خیلی خوبی داره. ایمونیس قرص داره، شربت هم داره و قراره که شربتش هم بهتون بگم. شربتش هم خیلی شربت خوبیه. توی دوران کرونا خیلی زیاد نوشتنش، یعنی تقریبا از 10 تا نسخه 8 تاش شربت ایمونیس داخلش بود. قرصش من حقیقتا تو موقع کرونا ندیدم و الان شاید حدود 6 ماه 7 ماهی که این ویدیو رو دارم میگیرم. 6 ماه 7 ماه پیش دیگه این قرص رو من دیدم، اومد توی داروخونه ها و مصرف شد. 2 تا مورد بهتون گفتم. یه مورد سوم میخوام خودم بهتون همینجوری بگم. ویتامین C جوشان یا مکیدنی فرق نداره، این 2 تا فوق‌العاده‌ان. یعنی توی هر نسخه ویتامین C جوشان هست. سیستم ایمنی بدن رو میبره بالا، تقویت خیلی خوبیه. روزی 1 دونه میتونید با نهار مصرف بکنید و شما حاضرید مثلا نوشابه با نهار بخوری ولی 1 دونه ویتامین C جوشان نمیخوری. ویتامین C خیلی خوبه. با اینکه من خودم دوست ندارم و خیلی کم میخورم، اما زیاد میفروشم و دکترها خیلی مینویسن. تاثیر خیلی زیادی هم داره. میدونی هر آدم یه جوره دیگه، بعضی دوست ندارن، بعضی هم دوست دارن، پس ما نمیتونیم مجبور کنیم. اما ویتامین C هم خوبه در کنارش بخورید. ظهر حالا با نهار 1 دونه بنازید توی آب خنک و درینک برید بالا عشقش کنید. اما اینا رو که من بهتون گفتم قرار نیست شما اینا رو بخورید بعد مثلا وسط زمستون با زیرپوش بری بیرون، تو برف با زیرپوش بیرون، خب سرما میخوری. خودتون هم باید مقدار رعایت پوششتون رو بکنید. جایی که سرده حداقل شالی کلاه چیزی بپوشید، سرما نخورید. پس یادتون نره لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب بکنید و
اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسین، سعی میکنم جواب بدم. یادت نره چنل منو ساب بکن، کامنت بذار، لایک بکن. اگه سوالی هم داشتی توی کامنت ها بپرس، حتما جوابتون میدم. بقیه ویدیوهایی که میاد این بالا رو حتما ببین، چون بجز سرماخوردگی من در مورد لاغری گفتم، در مورد پوست، مو، نمیدونم ناخن، همه چی گفتم. میتونی بری ببینی ویدیوشو و سعی میکنم تا این ویدیوم کم باشه که شما بتونی راحت‌تر ویدیو رو ببینید و استفاده کنید دیگه. سعی میکنم خیلی روون و ساده بهتون بگم که عشقشو بکنید. پس تا ویدیو بعدی، خداحافظ، بوس به کلتون. اولین دوربین به چخ رفت. یا